برنامه EB5 چیست؟ EB5 ویزای مخصوص سرمایه‌گذاران خارجی می باشد که برای خود، همسر و فرزندان نامزدوج تا 21 سال گرین کارت بگیرند، آن هم با تولید کار برای 10 نفر. چه کسانی واجد شرایط هستند؟ افرادی که $500,000 سرمایه گذاری کنند، ثروتی معادل $2 میلیون داشته باشند و یا درآمد $200,000 و مکمل با درآمد همسر به میزان $300,000. برنامه EB5 چه ویژگی دارد؟ EB5 به نسبت سایر کشورها مخارج کمتری دارد. به طور مثال استرالیا 4 میلیون مطالبه سرمایه گذاری می کند. انگلستان 107 میلیون. کانادا که برنامه خود را کنسل کرده. اخذ ویزا از طریق EB5 راحت تر است. در ضمن آمریکا دارای 15 دانشگاه از 20 دانشگاه معتبر جهان را دارد و حمایت بیشتری از سرمایه گذاران می کند. پروسه EB5 چقدر طول می کشد؟ بین 9 تا 14 ماه برای گرفتن گرین کارت و گذراندن مراحل مالی و امنیتی. آیا می شود والدین یا خواهر برادر خود را با این ویزا به آمریکا بیاوریم؟ خیر، فقط همسر و فرزندان نامزدوج تا سن 21 سال. آیا مخارج دیگری سوای سرمایه‌گذاری $500,000 وجود دارد؟ بله، مخارج اداری $45,000، مخارج قانونی 25 تا $35,000، خرج وکیل پرداخت می شود و دادن $500,000 پس از تحقیقات مالی و امنیتی. فرم EB5 پر شده و پول به حساب امانی واریز می شود. و اما تکلیف $500,000 پول چه می شود؟ این پول توسط کمپانی PDC Capital Group در یکی از پروژه‌های این کمپانی سرمایه‌گذاری می‌شود. چگونه باید ثابت کنیم که برای 10 نفر کار تولید کرده ایم؟ این وظیفه کمپانی PDC است که آن را بر طبق شرایط استخدامی انجام می‌دهد و مدارک لازم را برای افراد مسئول می‌فرستد. چه مقدار زمان برای برگشت پول اولیه طول می کشد؟ اولا بهره به پول شما در آغاز بین 1 تا 2% پرداخت می شود و پس از 24 ماه قابل پرداخت می باشد و پس از 5 سال پول اصلی داده می شود. آیا این بهره از بهره بانکی بیشتر است؟ درصد بهره برای هر پروژه فرق می کند و اصل بهره همانا گرفتن گرین کارت و اجازه زندگی و کار در آمریکاست. چه امنیتی در پس گرفتن پول وجود دارد؟ سرمایه‌گذاری در EB5 یک ریسک است، اما PDC با حساسیت فراوان در پروژه‌های سودبخش سرمایه‌گذاری می‌کند و موفقیت شما موفقیت ماست و تاریخچه کاری ما نشان می‌دهد که فعالیت ما در گسترش املاک و استفاده از روش‌های قانونی همچنان موجب اعتماد سرمایه‌گذاران بوده و هست. برای گرفتن EB5 چه مدت باید در آمریکا اقامت داشت؟ واجدین شرایط باید ثابت کنند محل اصلی زندگی آمریکاست و اما هر ساله می توانند فقط 6 ماه در خارج از آمریکا بمانند. درصد گرفتن گرین کارت از طریق EB5 چقدر است؟ در سالهای اخیر درصد متقاضی بالا رفته. قبل از 2011 به میزان 2000 متقاضی بود. 2012 به 6000 رسید و 2014 به نزدیک 11000 و از 10928 فرم تقاضا در 2014 5000 نفر مورد قبول واقع شدند. قبل از پایان صحبتم مراکز پاسخگویی تلفنی باید از سرمایه‌گذاران مایل به شرکت در EB5 بپرسند که چه زمانی می‌توانند با وکلای PDC در رابطه با جزئیات این برنامه گفتگو کنند. در ضمن متقاضیان باید بدانند که ما سمینارهایی در این رابطه برای آنها تشکیل می‌دهیم. دلیل اصلی و هدف از صحبت تلفنی راضی کردن متقاضی در رابطه با برنامه EB5 و دعوت آنها به آمدن به کمپانی PDC و گفتگو با نماینده ما می باشد. انجام این معامله فقط در گفتگوی حضوری انجام می شود ولا غیر.